سلام ادب دارم خدمت شما دوستا و متنان عزیز که صدای بنده را میشنوید. در هر جای دنیا هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین، جور و صحتمند و سرحال باشین. اولا جان سپاس میکنم از شما عزیزا که جای اول بنده شدین که دی چند روز کجا هستی. من در سفر هستم و به خاطر من کمتر فیلم دی روزا پخش میکنم، نمیتونم که چون کمره و وسایل دستکار نوردیم. حالا که میبینین در خود موتی هتل هستم، پشت سرم اون میبینین که درخت هاست و در خود باغش یک هوای بسیار خوب، یک گواراست. در کشور ابودبی هستم فعلا و من کمتر خواستم که بیایم مزاحم اوقات شما شوم. من البته بعضی موضوعات بسیار جالب هر روز اتفاق میفته بر افغانان، واقعا که دلخراش است. خب از یک طرف که مسئله پاسپورت بود، من تا جای تانستم بعضی جا رسیدگی کنم و برای بعض جاها وقت گرفتیم بخیر که در آلمان برسم. به زودترین فرصت با خود دفتر پلیس وقت گرفتیم که امروزشون برام صحبت کنم که چی امکانات برای افغانای ما که مشکلات پاسپورت دارن برای اونا چی کدام پیشنهاد دارن، چی وضعیت است، چی گپ است. میخوایم که با اونا صحبت داشته باشیم. و خبر بسیار ناگوار دیگه که بعض دوستا زنگ دادن که گویا در تهران اما دفتر یا کورس زبانی که از طرف سفارت آلمان برای کسایی که میخواستن که ازدواج کنن، چی مرد باشه چی زن باشه، داخل آلمان بیان باید اول برن زبان یاد بگیرن برای یک مدت. بازو از اونها امتحان گرفته میشه، باز اون بیاین که موفق شدن باز میتونن که طرف آلمان بیاین. و تقریبا 2 روز میشه که یعنی کورس هم دولت آلمان بسته کرد. ولی آلمان در اونجایی که مکان دیگه نداره که برن افغانای اونجا کورس یا زبان یاد بگیرن، باز برن به خاطر که اگه چی زنش باشه چی شوهر باشه که قبول شون به طرف آلمان. ولی باز هم یک مشکل دیگه برای افغانای ما در ایران خلق شد. کسایی که در اونجا به حساب ازدواج کرده بودن که از افغانستان آوردن در ایران، از ایران میخواد طرف آلمان برن، حالا باید یا طرف پاکستان برن یا طرف دبی که مشکل برشون، یا طرف هندوستان برن، یک جای دیگه باید انتخاب کنن یا ترکیه برن. من میرم ان شاء الله که برلین برسم. زودترین فرصت با سنات هم مشکل در میان میگذارم، میرم صحبت میکنم و با خود دفتر پلیس آدم میتونم که صحبت کنیم ببینیم که چی راهی دیگه هستن که در ایران فعلا کورس زبان نیست برای کسایی که در اونجا حداقل 3 ماه 4 ماه خواندن. کدام امتحان از طریق اینترنت گرفته میشه یا کدام که اینا خودشون چی یک راهی را باید اینا بالاخره برای افغانان اونجا مهیا بسازن که افغانایی که در ایران هستن بتونن که طرف آلمان بس با فامیلای خود یک جای شوند، چی اگر مرد است یا چی از زن است به طرف جد. و موضوع پیشتر موضوع دیگره که من خواست میخوایم که تمام شما عزیزا جان سپاس و تشکری کنم که با کامنتایتان و با بسیار دوستای ما زنگ دادن و گفتن که ما از افغانستان آمدیم. تقریبا کسای دیروز و پریروز آمدن، چند نفر بر زنگ داد که ما از افغانستان آمدیم در میدان هوایی کابل. فعلا که هیچ مشکل نشد. من باز مرتون میگم که این خود اعلام که پخش شده از اول سپتامبر عملی میشه. تا اول سپتامبر هیچ گپ نیست. تا اول سپتامبر مردم میرن میان، هیچ مشکل نیست. از اول سپتامبر این قانون را که امارات وضع کرده از اول سپتامبر است، به خاطر پاسپورت هستن دیگه. باز معلوم شده که دولت آلمان چی اقدام میکنه. هیچ امکان نداره که دولت آلمان خود اقدام نکنه، به خاطر حداقل باشه بیشتر از 200,000 افغان اینجا زندگی میکنه. اگه دیشون قبول شدن اگه دیشون قبول نشد پاسپورت افغانی دارنشم دیگه. به اون خاطر من وقت خواستم که از همه شما یک جان سپاس تشکر کنم دوستان عزیز که جای اول بنده شدین. و ما در چند روزی که هستم در کشور امارات هستم، واقعا اینجا آدم لذت میبره وقتی که میای با خانواده برای تفریح، برای همین یک هفته 2 هفته که میاد میبینه که این کشور به کجا خود رسیده. ما چندین فیلمای گرفتیم با بعضی دوستایی که اینجا بودن باشون رفتیم صحبت کردیم شم ببینید که به چه شکل اینا هم قانون خود سر مردم تطبیق میکنه. یک کشوری که قانون باشه مردم از قانون میترسن. اینجا نه مواد مخدر است، نه مسئله فروش تریاک است، نه قتل است، نه جنایت است، هیچ کاری نیست. اینجا میکرد همشهری‌ها را یک از مغازه بهش تصادفی سر خوردیم اونجا که کجا اگه کسی یک اشتباه کنه ظرف به حساب 24 ساعت از کشور خارج میکنن. به اون خاطر گفت اگر دوز از افغانستان بود، اگر رازن بود، هر چی که بود گفت اینجا کوشش میکنم چوکات قانون برای که نکشیشم. هر کدام ما کمدیم به خاطر یک لقمه نان اومدیم، به خاطر که روز 4 روز کار کنیم شه. لازم ما از دبی تا بالایش کنیم فیلم ننداختیم که 2-3 دونه فیلم گرفتیم. و بزرگترین مسجد یعنی 3 مسجد بزرگ در جهان که هست، یکی از اونها در شهر ابودبی است که ما رفتیم اونجا و یک قصر بسیار زیبا را جور کردن که واقعا این قصر رو میره میبینم که بیشتر از 10 سال روش کار شده که اونقدر سنگا و اونقدر کاشیکاری مقبولی را گرفتن حساب دستکاری شده ساختن شه. و در اونجا که میرین شما یعنی گفتم دبی غیر ریگزار و آتش هیچ چیزی ندارن. اما بازم وقتی که میرین اونجا در وقتی که من اینجا میبینید که از این ریگزار اینا چی جور کردن. من یکی از دوستا را گفتم که 30 سال پیش که می‌آمدیم در دبی مردم از یک منطقه به دیگر منطقه شاید با شتر و با وسایل بسیار نقلیه کونه
حرکت میکردن. اما امروز بیاین ببینید که با موتورهای فراری و با موتورهای مدل 1 و بیدانوی رو بریم ببینین و این پیشرفت ترقی که ظرف 30 سال یعنی دبی انجام داده واقعا که قابل تحسین است. یعنی قابل عزیز که آدم واقعا که دستای دولت مردای اینا قابل بوسیدن است که برای مردم خود چقدر خدمت کردن، با وجودی که باشنده های خود دبی یا امارات 20% هستن، یعنی 80% توریست است سر مردم های غیر اینا کار کردن شد. دوستان من باز یک دفعه از شما تشکری میکنم که جای اول بنده شدین. خداوند شما را جور و صحتمند داشته باشه. در هر جای هستم 3-4 روز دیگه در سفر هستم، ان شاء الله روز یک شنبه پس در شهر خود در بنین میرسم که برسم اولین کار میکنم روز دوشنبه ما دو جای وقت گرفتیم که باشه صحبت کنم که اول مسئله مشکل که از پاسپورت روش صحبت میکنم. باز ببینید که مسئله یعنی که کورس زبان در ایران بسته شده، این برای یعنی با هزارها صدا فامیلی است که همون جوانات هم هستن ایرانی ها خودشان هستن که میان در طرف آلمان میان و یک بزرگ مشکل برای کسایی که در اونجا منتظر بودن 3 ماه 4 ماه 1 سال که باشه که به آلمان رایش کورس بسته کرده و او بدون تصدیق هم نمیشن. ان شاء الله هفته بعد یک معلومات گرفته باز خدمت شما به عرض میرسونم. هر جای دنیا که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. خداوند یار و مددگارتون. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنین. روزگار به شما خوش.